بیانیه همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران در پاسخ به تهدیدات رضا پهلوی علیه ملت کرد. مردم حق طلب کردستان، مبارزان آزادیخواه ایران. به دنبال انتشار بیانیه اعلام موجودیت همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران، موجی از شادی و هیجان انقلابی مردم کردستان، ملت‌های تحت ستم و آزادیخواهان ایران را فرا گرفت. اعلام این همپیمانی انعکاس وسیعی هم در میان نیروهای سیاسی مبارز ایرانی و محافل سیاسی بین المللی داشت. در سوی دیگر قضیه اما رژیم جمهوری اسلامی و نیز عده‌ای از مخالفان حقوق ملل تحت ستم و آزادی‌های دموکراتیک که خود را در پوشش اپوزیسیون جا زدند، واکنش‌های هیستریک و نفرت پراکنانایی از خود نشان دادند که برای ما قابل انتظار بود. در همین راستا امروز چهارشنبه 6 اسفند ماه رضا پهلوی با انتشار پستی در پلتفرم ایکس با ادبیاتی خودشان پندارانه و اتهام زنی بیپایه و اساس همیشگی خود ملت بزرگ کرد و احزاب سیاسی مبارز کردستان را مورد شماتت قرار داده و ضمن بلند کردن چماق فرسوده تجزیه طلبی تهدید نموده که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارتش را مأمور سرکوب جنبش حق طلبانه ملت کرد خواهد نمود. رضا پهلوی ظاهراً این حقیقت تاریخی را فراموش کرده است. هرگاه اراده‌ای واقعی برای تجزیه ایران در پیش بوده، اصولاً کسی از پدر و پدر بزرگ تاجدار وی اجازه نگرفته و آنان همچون موارد اهدای آرارات کوچک، واگذاری بحرین و سرچشمه‌های رود هیرمند از فروش یا واگذاری بخش‌های مختلف خاک ایران فروگذار نکردند و همواره در بزنگاه‌های تاریخی با شلیک اولین گلوله‌ها و حتی اشارای تلویحی از سوی عوامل خارجی فرار را برقرار ترجیح دادند و تنها جایی که آنان توانستند ارزاندام کنند عرصه کشتار غیر نظامیان و سرکوب آزادی‌های دموکراتیک شهروندان و به ویژه ملل تحت ستم ایران بوده است. تهدیدات مکرر نامبرده به استفاده از ارتش نیز برای مواجهه با مطالبات سیاسی ملل ایران نشان از این واقعیت دارد که در ایران آینده مورد نظر ایشان شیوه مواجهه با مطالبات مدنی و خواستهای دموکراتیک مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان امنیتی و نظامی خواهد بود و تفاوت ساختاری رژیم سیاسی آرمانی ایشان با رژیم‌های سرکوبگر گذشته و حال ایران نخواهد بود. با وجود این، چرا فکر می‌کنند که مردم به سطوه آمده از دیکتاتوری جمهوری اسلامی حاضرند ایشان و همفکرانشان را به عنوان بخشی از یک آلترناتیو برای آینده ایران بپذیرند؟ از سوی دیگر، ظاهراً ایشان علاوه بر بی اطلاعی از تاریخ و جغرافیا، درک درستی از زمان حال نیز ندارند. در غیر این صورت باید می‌دانستند که ارتش و سایر عوامل سرکوب حکومتی و همین سپاه تروریستی پاسداران که مورد تفقد و حمایت همیشگی ایشان بوده و هست، در یک قرن اخیر هیچگاه از کردستان دور نبوده و نیستند و مکانیسمی برای سرکوب نمانده که در کردستان آزمایش نشده و شکست نخورده باشد که ایشان بعد از تاجگذاری خیالی خود بخواهند در این زمینه از خود خلاقیت و نوآوری نشان دهند. شمشیر از روبستن رضا پهلوی علیه جنبش آزادیخواهانه کرد در حالی است که به گواهی تمامی آزادیخواهان و کارشناسان امور ایران در جنبش ژینا، زن، زندگی، آزادی و همین خیزش اخیر مردم ایران نیز نام برده، با همراهی حلقه مشکوک پیرامونیش نقش غیرقابل انکاری در ایجاد تفرقه و پراکندگی در صفوف مردم و مخالفان رژیم داشته و تنها جریان سیاسی که در این مدت هنوز به عقد اخوت با آن پایبند بوده و نسبت به آن همدلی نشان داده، همان نیروهای مسلح و امنیتی سرکوبگر و تروریستی رژیم بودند که حتی در تازه‌ترین اظهارات خود برای تبرئه آنان از جنایات فجیع دیما ادعا می‌کند که نیروهای مسلح نقشی در سرکوب‌ها نداشتند و تمامی جنایات مزبور توسط عوامل خارجی رژیم انجام گرفته است.
همچنین در حالی که دوست و دشمن گواه آنند که به درازای حیات ستمگرانه جمهوری اسلامی، ملت کرد و احزاب سیاسی مبارز کردستان همواره خاری در چشم استبداد رژیم خمینی و پناهگاه و پشتیبان راستین آزادی خواهان ملل ایران بودند و در راه مبارزه با این رژیم سرکوبگر هزینه‌های سنگینی پرداختند، این شخص احزاب کرد را به همکاری با خمینی متهم کرده، در حالی که از همان اوائل که کردستان بنا به فتوای جهاد خمینی از هوا و زمین آماج حملاتی خونبار بود، خود بارها گفته که چندین بار از خمینی درخواست کرده که او را به عنوان یک خلبان ساده در صفوف نیروهایش بپذیرد. شگفت آن که چنین شخصی با چنین سوابق مایه شرمساری احزاب کردستان را به همدستی با خمینی و عوامل خارجی متهم می کند، در حالی که خود با دادن وعده‌های دروغین به مردم به پاخواسته داخل کشور مبنی بر وجود ده‌ها هزار نیروی ریزشی در صفوف سرکوبگران و از کار افتادن بازوی سرکوب رژیم، وجود صدها هزار دستگاه استارلینک و عدم امکان قطع کامل اینترنت در ایران و در رابودن کمک خارجی، هزاران تن از آزادی خواهان ما را به دام رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشاند و در فردای آزادی ایران پس از محاکمه سران خیانتکار حکومت و عاملان سرکوبها و جنایات رژیم، ایشان نیز بایستی در قبال این گونه اشتباهات خیانتگونه خود حساب پس بدهد. همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران ضمن محکوم نمودن این گونه اظهارات سست و بیپایه رضا پهلوی بر مواضع اصولی خود در دفاع از آرمانهای ملت کرد و حقوق حقه ملت‌های تحت ستم ایران تأکید نموده و بر آن است که این گونه نفرت پراکنی‌های بیمایه نهایتاً به جایی نخواهد رسید، بلکه عزم ملت‌های آزاده و آزادی خواهان ایران را در مبارزه برای تحقق آرمان‌های آزادی خواهانه مردم به پاخواسته داخل کشور و دفن همیشگی دیکتاتوری و فاشیسم از هر نوع و قماشی جزم‌تر خواهد نمود. از تمامی نیروهای کردستان که خواهان آزادی و دفاع از حقوق ملت خیش هستند نیز می‌خواهیم که جهت مقابله با گفتمانهای تمامیت‌خواه و توتالیتر به همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران بپیوندند. همپیمانی نیروهای سیاسی کردستان ایران 6 اسفند 1404 25 فوریه 2026 میلادی.